اول از سایه رولوشن شروع میکنم با رنگای نود. بالاخره سایه رولوشن میخوام برای اولین بار تستش کنم، چون خیلی خفنه، خیلی هیجان زدم. نگاه کنید چه رنگای خوشگل و جذابی داره. رنگاشو ببین. کدوم رنگشو تست کنم به نظرتون؟ من میخوام رنگ بچه بافت خیلی خیلی خوبی داره، یه پیگمنت فوق‌العاده. مای گاد خیلی خفنه. یه رنگ دیگه هم ازش میخوام تست کنم، رنگ قهوه‌ای که من خیلی دوست دارم. چه رنگ خوشگلیه، یکم حالت زرشکی طور داره که چقدر خوشگله. خیلی خفنه بچه‌ها، من که عاشقش شدم. کلی از این براشای جذاب. اینجا رو ببین، یه فرموژه خیلی خیلی خوشگل نگینی، خیلی نازه. معمولیه ولی خب خیلی شکل خوشگلی داره. نگاه کنید اون برقی که اینجا میزنه توی دوبی مشخص نیست ولی خیلی خوشگله بچه‌ها، خیلی دوستش دارم. رجگونه اسنس رنگ صورتی، بریم تستش کنیم. چه رنگی داره باورم نمیشه، خیلی رنگش بچه‌ها خوشگل و پاستیلیه. ببینید خیلی جذابه، خیلی خیلی جذابه. بچه‌ها هایلایتر از برند کیکو، ببین که بازش کن. اوه چه برقی میزنه بچه‌ها، میخوام تستش کنم، خیلی هیجان زدم. بچه‌ها زیاد توی دوبی مشخص نیست ولی خوب فکر کنم که با دستم بزنم یکم بهتر باشه. ببینید زیاد مشخص نیست ولی خب خیلی جذابه. یه دونه از این قرصای گوگلی خوشگل با یه رنگ جذاب، چقدر نرمه، باحاله. وای خیلی دوستش دارم بچه، خیلی گوگلیه. من از اینکه صورت باش میشورن، روج خیلی خیلی جذاب. برندش نمیدونم چیه ولی اینجا نوشته. بچه‌ها بریم که رنگش رو هم تست کنیم. بریم که تستش کنیم. واو! چه رنگ خوشگلیه، خیلی دوستش دارم، یعنی عاشقشم. اینم ریمل اسنسه ولی خب قهوه‌ای، ریمل اسنس قهوه‌ایه. خیلی هیجان دارم که تستش کنم. اوه چه رنگی داره. نمیدونم چرا مشخص نیست. بچه‌ها زیاد رنگ قهوه‌ایش مشخص نیست، نمیدونم توی دوربین اینجوریه یا واقعا رنگش مایه به مشکیه، ولی خب رنگش قهوه‌ایه. ولی خب ریمل اسنس دیگه، اسنس همیشه عالیه. به نظر من که خیلی خوبه. یه دونه روغن آرگانم برام آورده که بوتگا ورده یه همچین چیزیه، خودتون ببینید. بچه‌ها اینا هنوز روی موهام تستش نکردم ببینم چه جوریه، درم نداشت. یعنی از اول که خواهرم خرید در نداشت. ولی خب اشکالی نداره، رنگ می‌بینید بلومه. بعد بازش کنم. چه جوری باز میشه؟ آها ببینید. اینو که میچرخونی باز میشه. کوچولوشو تست کنم. یه موها. بچه‌ها بوی فوق‌العاده‌ای داره. من تا حالا از این برند چیزی نداشتم. بچه‌ها نگاه چقدر موهام نرم شد. ببین چه برقی انداخته موهام. خیلی بافتش سبکه. از ایناست که اصلا چرب نمیشه. خیلی خفنه بچه‌ها، خیلی خفنه. از این ماسک موهای فیتو که اصل ایتالیاست و یکیشو تست کردم و زیاد خوشم نیومد راستش. یعنی اون چیزی که انتظار داشتم اتفاق نیفتاد. چند تا از این شامپو برام آورده که یکیشو تست کردم، خیلی عالی بود، خیلی خیلی عالی بود و حس کردم که واقعا موهامو نرم کرد، یعنی از خشکی انگار موهام در آورد. ولی این ماسک موهای فیتو اصلا خوب نبود بچه‌ها، اصلا خوب نبود. درسته مارک خیلی خفنیه ولی اصلا خوب نبود. یه دونه از این ماسکای صورت که هنوز تستش نکردم. بچه‌ها یه دونه لوسیون بدن و بادی اسپلش که دوتاش یه مارکه و کاملا بوی وانیل میده، یعنی به قدری بوشون عالیه که وقتی که من لوسیون رو زدم به دستم که اینجوری هم باز میشه، نگاه چه باحاله، که وقتی که زدم به دستم انگار که بوی وانیل توی هوا پخش شده بود. اوه چقدر نرم و بیشتر از همه بوی وانیل، یعنی دیوونت میکنه. بچه‌ها اینم بادی اسپلششه، بادی اسپلش همین خب که اینم کاملا یه عطر وانیل میده. خیلی خوشبوئن و نمیدونم مارکشو تا حالا ندیده بودم ولی خب
من که خیلی خوشم اومد. بچه‌ها به خاطر اینکه موهای من خیلی خشک و بیجونه و هر کاری که کردم روش نمیکنه، خواهرم برام از ایتالیا قرص اصل فیتور آورده 2 بسته که روزی 2 تا باید بخورم و من 2 روزه که شروع کردم. امیدوارم که جفتشو بخورم نتیجه خوبی بگیرم ازشون. و اینا بگم خیلی هیجان زدم براشون، خیلی یعنی اینقدر من برای اینو ذوق کردم که حد نداشت. یه دونه کانسیلر شیگلم که تا حالا تستش نکردم و میخوام جلوی شما تستش کنم. خیلی هیجان زدم ببینم چه جوریه بافتش. چون خیلی کاورش زیاده، یعنی از ایناست که خیلی میدونی خیلی سفته، احساس میکنم خیلی بافت سنگینی داره، یعنی خیلی کم ورق میزدم و من خیلی زیاد زدم، ولی در کل برای کاور کردن زیر چشم فکر کنم عالی باشه. بچه‌ها لیپ گلس کیکو نگاه کنین چقدر خوشگله، از این براقایی که من اصلا از این استفاده کلا نمی‌کنم، ولی خب میخوام جلوی شما تستش کنم ببینم روی لبم چجوریه. روی روش خیلی خوشگله، به نظر من که عالیه و بعد استفادهش کنم. خیلی ازش خوشم اومد. چا این بالم لب اسنسه که از بوش نگم براتون که چه بوی عطری داره، یه بوی شیرین وانیلی داره که خودش هم شیرین مزه است. این وقتی که میزنم انگار که دارم شیرینی میزنم به لبم. کاملا بوی وانیل و کارامل میده. خیلی بوش خوبه، خیلی دوستش دارم. یه دونم از این بیوتی بلندر رو برام خریده که اینجوری باش فید می‌کنی، ولی بچه‌ها من از اینا کلا استفاده نمی‌کنم، اما دوست دارم که خب از این بعد استفاده کنم چون که خیلی به درد بخوره و کارایی خوبی داره. بچه‌ها اینم یه کیف آرایش خیلی گوگلی و خوشگل پاپیونی صورتیه که خیلی جذابه. بچه‌ها اینقدر دوستش دارم، نگاه کنین چقدر پاستیلیه، خیلی دوستش دارم. اینم گوشواره ستاره دریایی، خیلی جذابه. بذارید بکنمش توی گوشم ببینم چه جوریه. خیلی خوشگله. یه چیز دیگه که میخوام بهتون نشون بدم که خواهرم برام آورده اینه. شما طرح روشو ببینید، فقط پشتش هم ببینید. حالا میخوام بگم که داخلش چیه. یه گردنبند صلیبه. میخوام بهتون نشونش بدم. از ایناست که اینجوری باید گردنمو بکنیم. بچه‌ها این خیلی برام جالبه، یعنی خیلی دوستش دارم. یه حس خیلی خوبی ازش میگیرم. اینم ببینید. نمیدونم میتونید ببینید یا نه، ولی انگار حضرت مسیحه یا نمیدونم. بچه‌ها اینم کیف. یه رنگ صورتی پاستیلی خیلی خوشگلی داره. چند تا چیزام هست که هنوز بهتون معرفی نکردم. بچه‌ها یه دونه از اینا که موهام رو باهاش دیمال که آرایش کنیم. نگاه چه رنگ خوشگل جذابی داره. اینجوری. من از حالا استفاده نکردم، ولی خب خیلی باحاله. این دوتا مثل همونه، یعنی شکل همونه، سته. از ایناست که می‌کنیم توی دست که آستینمون رو باش بدیم بالا. خیلی دوستش دارم. ببینید. من لباسم برام آورده. یکیش یه دونه تابه. بچه‌ها طرحش ببینید چقدر خوشگله. خیلی جذاب تن خورش. یه دونه تابم هست که طرح پلنگیه. بچه‌ها جنسشون فوق‌العاده است. یعنی نگم براتون که چه جنسی داره. فقط بچه‌ها یه جفتم کفش اسپورت که اینقدر توی پا راحته که حد نداره. من که خیلی ازش راضی بودم، یعنی برای پیاده روی و دویدن اینا عالیه، برای ورزش خیلی عالیه. یعنی من میخوام باشگاه برم، خیلی نامناسبه برام. هر چیزی که بود رو تست کردم براتون و از خیلیاش راضی بودم واقعا و خیلی هیجان زدم که از همش استفاده خیلی خوب ببرم و اینکه خیلی دوستتون دارم. لایک و سابم یادتون نره. خدافظ.